همیشه شنیده ایم که انسان میتواند به کمال برسد. اما آیا تا حالا با نظریه‌ای روبرو شده اید که انسان را خود خدا بداند؟ در عرفان صوفیه مفهومی به نام انسان کامل وجود دارد که پا را فراتر از خلیفت الله می‌گذارد و انسان را تا جایگاه ربوبیت بالا می‌برد. اما آیا این دیدگاه واقعاً با توحید اسلامی سازگار است؟ در این ویدیو نگاهی می‌اندازیم به این باور عجیب و چالش برانگیز صوفیان. جهانبینی و خداشناسی صوفیان بر پایه نظریه‌ای به نام وحدت وجود است. یعنی آنها معتقدند در اصل فقط خدا وجود دارد و هرچه در این جهان می‌بینیم جلوه‌هایی از وجود اوست. صدرالدین قونوی، یکی از چهره‌های مهم عرفان اسلامی، در کتاب اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن می‌نویسد که خداوند در جایگاه ذاتی خود نه نامی دارد، نه صفتی و نه حتی هیچ نشانه یا ظهوری از او دیده می شود. پس از این مقام نوبت به مراحل بعدی یا همان تعین اول و تعین ثانی می رسد که عالم آفرینش و جلوه های گوناگون خداوند در آن پدیدار می شود. در نگاه صوفیان انسان کامل کسی است که به بالاترین درجه ممکن از شناخت و نزدیکی با خدا رسیده است، کسی که کاملترین آینه تجلی خداوند شده است. صدرالدین قونوی در کتاب النصوص توضیح می‌دهد که تعین اول نخستین مرحله است که خدا از جایگاه بی‌نهایت خود پایین می‌آید و برای اولین بار با نام احد ظاهر می‌شود. این مرحله بالاترین مقامی است که یک انسان می‌تواند به آن برسد. صوفیان کسانی را که به این مقام می‌رسند انسان کامل، حقیقت محمدیه یا قطب الاقطاب می‌نامند. ابن عربی در این باره میگوید اگر کسی بتواند تجلی ذات خدا را تجربه کند به نهایت مسیر رسیده است. او تاکید میکند که از آن بالاتر دیگر هیچ مقام یا درجه‌ای برای مخلوق وجود ندارد، پس نباید توقع رسیدن به مرتبه‌ای بالاتر را داشت، چون آن بالا دیگر فقط نیستی محض است. عین القضات همدانی نیز در مورد قطب میگوید در هر دوره تنها یک نفر هست که مورد توجه خاص خداست و واسطه فیض او به همه عالم می باشد. او همان قطب الاقطاب است. این جایگاه باطن نبوت به شمار می آید و همانطور که پیامبران در زمان خود قطب بودند، بعد از آنها کاملترین ولی این مقام را به ارث می برد و به نیابت پیامبر این مسئولیت را به عهده می گیرد. ابن عربی همچنین تأکید می کند که قطب کسی است که همه نظام هستی به گرد او می چرخد. از ازل تا ابد فقط یکی است، اما در جهان ظاهر با جلوه های گوناگون دیده می شود. در نگاه صوفیان پیامبر در هر دوره‌ای قطب آن زمان است، یعنی مرکز معنوی عالم. اما وقتی دوران پیامبران و نبوت تشریعی به پایان رسید، این جایگاه به اولیای الهی سپرده می شود. از آن به بعد همیشه در هر زمانی یک نفر از اولیا به عنوان قطب عالم حضور دارد تا خداوند از طریق او نظم و تعادل معنوی دنیا را حفظ کند. این روند ادامه دارد تا وقتی که خاتم الاولیا یا همان آخرین ولی که صاحب کاملترین مقام ولایت است ظهور کند. جالب است که ابن عربی، یکی از بزرگترین مشایخ صوفی، خود را نه تنها از اقطاب و اولیای الهی می‌دانست، بلکه حتی ادعای مقام خاتم الاولیا را هم مطرح کرده بود. قیصری، یکی از شارحان عرفان ابن عربی، درباره ولایت می‌نویسد: ولایت از واژه ولی گرفته شده که به معنای قرب و نزدیکی است. به همین دلیل به دوست صمیمی هم ولی می‌گویند، چون به محبوبش نزدیک است. این نزدیکی دو نوع است، یکی عمومی برای همه مؤمنان و نیکوکاران و دیگری مخصوص کسانی است که در ذات و صفات و افعال خدا فانی شدند، یعنی وجود آنها دیگر قائم به خودشان نیست، بلکه تماماً با خداست و آینه اسما و صفات الهی شدند. ابن عربی در فصوص الحکم توضیح می‌دهد که قطب همزمان با خدا و خلق در ارتباط است. او با رسیدن به مقام ولایت
و اتحاد با تعین اول همذات تمام موجودات مخلوق و همذات عالم الهی می شود و با مقام احدیت خداوند یکی می گردد. او ادامه می دهد انسان یک بعد ظاهری دارد و یک بعد باطنی. بعد ظاهریش معادل همه عالم هستی است و بعد باطنیش برابر با ذات الهی است. پس انسان موجودی جامع است که همه چیز را در خود دارد، هم قدیم و هم حادث. هیچ موجود دیگری این ظرفیت را ندارد. نه خدا میتواند بنده شود و نه مخلوقات میتوانند خدا شوند، اما فقط انسان است که میتواند هر دو نسبت را در خودش جمع کند، هم خدایی و هم بندگی. با یک جنبهش به خدا وصل است و با جنبه دیگرش بنده است از بندگان. در این نگاه قطب رب و پروردگار عالم هم دانسته می شود، چون ربوبیت او همان ربوبیت خداست. خداوند از طریق تعین ثانی و نام جامع الله بر جهان ربوبیت دارد و انسان کامل نه تنها با این تعین متحد می شود، بلکه فراتر رفته و با تعین اول نیز یکی می شود. بنابراین تفاوتی میان ربوبیت ولی کامل و ربوبیت خدا دیده نمی شود. سلطان محمد گنابادی هم به صراحت می گوید که قطب را می توان رب یا حتی خالق نامید، چون تمام تربیت‌ها و هدایت‌های عالم از طریق او صورت می‌گیرد. صاحب ولایت کلیه مطلقه را رب توان گفت که تربیت کل موکول با اوست. قیصری در توضیح عبارت ابن عربی در کتاب فصوص الحکم می‌گوید انسان حق خلق است، یعنی آدم حق تعالی است به اعتبار اینکه آدم ربوبیت عالم را به عهده دارد و صفات خداوند را دارد، و خلق است به اعتبار اینکه عبد خدا و تحت ربوبیت اوست، یا حق تعالی می باشد به اعتبار روحش و همچنین به اعتبار بدنش خلق است. شهید مطهری در این باره گفته است در مکتب تصوف انسان کامل در نهایت تبدیل به خود خدا می شود، یعنی حقیقت انسان کامل خود خداست. سلطان محمد گنابادی هم می گوید صاحب ولایت کلیه مطلقه را می توان الله نامید، چون او کاملا در خدا فنا شده است. به همین دلیل بود که حسین ابن منصور حلاج جمله معروف انالحق من حق هستم را بیان کرد و خدایی و الوهیت خود را آشکار ساخت. ابن عربی و بسیاری از صوفیان دیگر هم این ادعا را تایید کردند. صوفیان معتقدند که عبودیت انسان کامل پایان یافته و او به مرحله ربوبیت، خدایی و بی‌نهایت رسیده است. او از هویت و خودمحوریش بیرون آمده و در ذات و صفات خدا فانی شده است، به طوری که وقتی از انسان کامل صحبت می شود در واقع به خدا اشاره می شود. جندی در شرح فصوص الحکم می گوید انسان کامل با ربوبیتش واجب الوجود می شود و با قلبش عرش خداست. پس انسان کامل همان حق تعالی واجب الوجود، حی، قادر و همه اسماء الهی را داراست، ولی به کامل ترین شکل ممکن. صدرالدین قونوی هم گفته انسان کامل همان مقصود خداوند است، نه چیز دیگر، چون او تجلی کامل خداوند است. خداوند در ذات و اسماء و صفات و احکامش در انسان کامل به طور کامل ظاهر شده، درست مثل اینکه خداوند خود را به خودش میشناسد. انسان کامل واسطه بین خدا و خلق است، مجموعه همه مراتب نبوت، رسالت و ولایت و مظهر حقیقت محمدی. همه انبیا و اولیا که مصداق انسان کاملند، جلوه هایی از این حقیقت محمدی هستند که در طول تاریخ از آدم تا خاتم در اشکال مختلف ظاهر شدند. مولوی هم میگوید نام احمد نام همه انبیاست. یکی دیگر از مقامهای قطب خلیفت اللهی بودن است، چون او تمام کمالات، صفات و قدرت خدا را دارد و می تواند هر کاری که از او خواسته شود انجام دهد. ابن عربی می گوید عالم همه تفصیل و گسترده آدم است. آدم همان کتاب جامع است. آدم برای عالم مثل روح برای بدن است. پس انسان روح عالم است و عالم بدن انسان. پس مجموع عالم آن انسان بزرگ است. تصرف قطب در جهان مانند تصرف انسان در بدن خودش است. همانطور که انسان با نیروهایش بدن را اداره می کند،
انسان کامل هم با اسماء الهی که نیروهایش هستند جهان را اداره می کند. به همین جهت عالم را انسان کبیر هم عنوان می کنند. صوفیان تأکید دارند که علوم و معرفت‌های اقطاب موهبتی و شهودی است و آنها با ذات خدا یکی شدند. به همین دلیل این افراد از خطا، اشتباه و عصیان بدورند و علم غیب کامل دارند. ارتباط دائمی با عالم ملکوت به آنها اجازه خطا نمی‌دهد. محمد محسن تهرانی درباره مقام اولیاء الهی می‌نویسد: عصمت مخصوص امامان است، اما اولیاء خدا که از مرحله نفس عبور کردند و وجودشان فقط عبودیت و توحید شده، به مرحله از عصمت میرسند که خطا و گناه در آن راه ندارد. ابن عربی میگوید قطب عامل بقای دنیاست. اگر قطب از دنیا برود و جایگزینی برایش نباشد، زمین از هم میپاشد و قیامت برپا می شود. نصفی در کتاب انسان کامل می نویسد: انسان کامل پادشاه کل آفرینش است و همه چیز به دور او می چرخد. برای همین هم صوفیان واژه سلطان را به اول اسمشان اضافه می کنند. مثلا سلطان علی یا سلطان حسین یا سلطان محمد گنابادی. به نظر او انسان کامل همان پادشاه روی زمین است. سلطان محمد گنابادی هم در سعادتنامه گفته هر کسی که به مقام قطب برسد در واقع همان مهدی زمان است. برای همین صوفیان شیعه باور دارند اگر کسی قطب زمان خود را درک کند، انگار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را درک کرده است. آنها میگویند اولیای خدا نیازی به دیدار ظاهری با امام زمان ندارند، چون در درون با او یکی هستند و روحشان با او در اتحاد است. مولوی هم در این باره این طور سروده است: پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. یکی دیگر از ویژگی های قطب این است که مستجاب و دعوه می باشد و بلکه بالاتر، چون فانی در ذات خدا و باقی بالله است، اراده خداوند متعال تابع اراده او می شود، نه اینکه اراده عارف تابع اراده خدا باشد و عارف راضی به مقدرات و رضای الهی گردد. مولوی در مثنوی معنوی این مفهوم را اینگونه بیان می کند: کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفت او گفت خداست. چون خدا از خود سؤال و کد کند، پس دعای خیش را چون رد کند. محمد حسین حسینی تهرانی، یکی از صوفیان معاصر از فرقه لاله‌زاریه، در کتاب روح مجرد صفحه 94 می نویسد: یکی از نوه‌های آقای فلانی در اثر عارضه سرخک فوت نمود و چون حقیر با ایشان جنازه را به قصالخانه خیمگاه بردیم، بدون اختیار اشکشان سرازیر بود. عصر آن روز عرض کردم مگر از شما میل به حیات این طفل نبود تا خداوند اراده حیات کند و مرگ را برگرداند؟ فرمودند آری، اما بعضی اوقات امر از آن طرف غلبه می کند و میل و اراده را از این طرف می رو باید. مفهوم انسان کامل در عرفان صوفیه، به ویژه در دستگاه فکری ابن عربی و پیروانش، تصویری از انسان ترسیم می کند که نه تنها خلیفه خدا بلکه در نهایت خود خدا تلقی می شود. انسانی که با عبور از مراتب عبودیت به مقام ربوبیت می رسد و تجلی محض ذات حق می شود. این تصویر هرچند از منظر عرفان صوفی شورانگیز است، اما به روشنی مرز میان خالق و مخلوق و عبد و معبود را در هم می شکند. آیا می توان پذیرفت که انسان اگر فانی فی الله شده باشد، شایسته الوهیت، ربوبیت و عصمت مطلق است؟ آیا چنین تفسیری از انسان در نهایت منجر به نوعی خداسازی از مخلوق نمی شود؟ اگر قطب می تواند الله خوانده شود، پس تفاوت او با خالق چیست؟ این سطح از تقدیس انسان هرچند در قالب اصطلاحاتی عرفانی بیان می شود، اما به راحتی می تواند به مسیری منتهی شود که از آموزه‌های بنیادین توحید اسلامی فاصله می گیرد.